کمه دویدن، یک جایش خورد، تاب خوردن در هوا با 180 گرادوس و آواز سی. بعد اون با پایها و دستای کشاد ایستادن. با فکرم الکی فهمیدید که امروز ما درباره چی گپ میزنیم. با همین طرز یکی از بهترین حملهگران در تاریخ فوتبال کریستیانو رونالدو گل‌های خود را جشن میگیرد. الکی 8 سال است و از همه گل‌های خود محض با همین استیل استقبال میکند. خواه این گل زیبا از مسافه دور باشد و خواه یک پنالتی عادی. در یورو 2020 رونالدو 5 گل زد و همه آنها را با استیل به خود خاص جشن گرفت. احتمال این از همه جشنگیری مشهورترین در فوتبال است. دلی گارت بیل و رقصای آنتوان گریزمان حتی با آن نزدیک نمیشوند. شفق‌آور است، اما مخلصان در میدان نسبت این جشنگیری کریستیانو چگونه مناسبت میکنند؟ ما برای شما صورت و ویدیوی سرشمار را از چنین لحظه و جمع‌آوری کردیم، از جمله از میدان‌های یورو. یک چیز را قید میکنیم: شخصانی که به جشنگیری رونالدو اهمیت نمیدهند غریب که نیستند. کریستیانو را یا با تمام هستیشان بد میبینند یا با تمام قلب دوست میدارند. پیش از آغاز برنامه باید قید کنیم که دستگیری شما به همتاست. پس از 3 ماه تنفس ما 2 ویدیو برآوردیم و فهمیدیم که آنها به شما پسند آمدند. بنابراین کوشش میکنیم که زود برای شما برنامه‌های نو به نو را پیشکش کنیم. شما باشد در جواب دستگیری خود را فراموش نکنید و لایک قیمت‌بای خود را گذارید. میلیونان مخلصان این جشنگیری رونالدو را دوست می‌دارند. در این برابر میلیون بدخوان این سی را چشمی دیدن ندارند. در فوتبال لحظه‌ای که چنین احساسات گوناگون را به میان می‌آورند خیلی کمند، اما کریستیانو توانست محض همین گونه جشنگیری را به قبل اختراع کند. بیایید احساسات مخلصان را در میدان‌ها ببینیم. در یورو وقتی رونالدو گل‌هایش را جشن می‌گرفت، به طرف شیشه‌های کوکاکولا را می‌پرتافتند. و مخلصانی که ضد رونالدو هستند شاید عملی او در پرس کنفرانس معقول نشده باشد. انا رقیب اساسی او لیو مسی که عین حال در کوپا امریکا اشتراک کرده ایستاده است، در پرس کنفرانس یگان عمل خاطرمان انجام نداده است، اما با منتخبش به فینال برآمد. صبح 11 ایول آرژانتین با برزیل رقابت میکند و ما را بازی جالب انتظار است. تخمین میکنم که آرژانتینی‌ها غلبه به دست میارند، زیرا 30 سال از یگان جایزه نگرفتند و موتیواسیشان خیلی کلان است. با غلبه آنها در یک ایکس 3000 روبل خواهم گذاشت. اگر شما یک ایکس نداشته باشید پس هیچ گپ نه، برعکس شما برد کردید، زیرا این حال هنگام رجیستراسیون پروموکد تشویق را استفاده کنید. در اولین پرداخت برایتان تا 1140 سومانی بونوس میدهند. معلومات بیشتر در کامنتاریا. کسی به رونالدو استکان‌های پیوا و استکان‌های خالی را هم میپرتافت. مخلصان ناراضی خیلی بسیار بکری را انگشت موبایلشان را نشان میدهند. تنها در این صورت ما 4 انگشت موبایل را حساب کردیم. مخلصان رونالدو همیشه جشنگیری او را به نوار میگیرند تا بعدا این لحظه های ناتکرار را تماشا کنند. انا این بچه باشد خواست در ویدیو یک باره همه چی را به نوار گیرد، هم رونالدو را پس زند و هم برای خاطره به نوار گیرد. عادتاً وقتی رونالدو گل‌هایش را در میدان‌های خانگی دستش جشن می‌گیرد، در نشستگاه‌ها تنها مخلصان خردسند را دیدن ممکن است. شما تنها به این مخلصان در سانتیاگو برنابئو دقت دهید. انا وقتی کریش در مهمانی گل میزند، به او عادتاً هشتگ میکشند، او را دشنام و حقارت‌ها میکنند و به طرفش اشیاءهای گوناگون را میپرتویند. عموماً این جشنگیری رونالدو از کجا پیدا شد؟ ما اولین بار این استیل جشنگیری را از جانب کریستیانو در فینال جام بین‌المللی چمپیون‌ها در میامی دیدیم. آنجا ریال چلسی را با حساب 3-1 شکست داد و رونالدو باشد مؤلف دوبل شد. در گل دوم رونالدو بعد پرتافت ایسکو با سر گل زد و بعداً به کنج میدان رفته گلش را با آن همین طرز جشن گرفت. با گفت خود رونالدو این جشنگیری تصادفاً پیدا شد. یاد دارم که ما در بازی‌های پیش از موسمی در میامی بازی می‌کردیم. رقیب ما چلسی بود. من گل زدم و اون را با همین طرز جشن گرفتم. از من پرسیدن که چرا این کار را کردم. نمیدونم، همه‌اش ناخواست رخ داد. همیشه میگفتم که بهترین لحظه و حادثه‌ها ناخواست رخ میدهند، گفت رونالدو در اینترویو برای نشریه دازن. از سال 2013 این جشنگیری کم کم عوض میشد و در آخر آن تا به جای آمده رسید که ما عین حال در بازی‌ها میبینیم. او در هوا تاب میخورد و پایهایش را وسیع میگذارد. آواز سی برای رونالدو از مخلصان دسته شاهانه میراث مانده است. وقتی فوتبال بازی ریال بودم همین گونه داد میزدم. آنجا مخلصان هنگام غلبه کردن سی میگفتند. نمیدونم، اما من هم پس از آنها تکرار میکردم. همین طور این عباره به جشنگیری هم همراه شد، قید کرد رونالدو. اولین بار این آواز در مراسم جایزه سپاری توپ طلایی سال 2015 صدا داد. آنجا کریستیانو روی راست از صحنه همین گونه داد زد و در اول هیچ کس نفهمید که چه رخ داد. بعضی نشریات نوشتند که کریستیانو خود را مثل ترزن کرده گویا در جنگل داد زد. ژورنالیست گیلیان بالاگی باشد این حالت را انیق کرده شرح داد.
کلمه ایسی از زبان اسپانی است و ترجمهش بله میباشد. مثال انگلیس‌ها هنگام گل زدن یا یگان کارشان برای گرفتن یس میگویند. این عیناً همین معنا را دارد. در حیات ریال نه تنها رونالدو این کلمه را استفاده میکرد. در تمرین‌ها همچنین گرت بیل، سرخیو راموس و کریم بنزما هم وقتی گل زدن همین خیل داد میزدند. انا کاسیلیاس باشد پس از سیف‌های زیبا. طبق معلومات نشریه مارکا هنوز از سال 2011 این کلمه در دسته مشهور شد، اما آن را رونالدو برند خود کرد. رونالدو میگوید که این جشنگیری خاصیت خوب دارد، زیرا پس از آن که او گل‌هایش را همین گونه جشن می‌گرفت با منتخب پرتغال در یورو و لیگ ملت‌ها غالب شد. 4 لیگ چمپیون‌ها با ریال و 4 توپ طلایی را به دست آورد. با این نگاه نکرده بسیاری این جشنگیری رونالدو را طاقت ندارند. بدخواهان کریستیانو همیشه او را برای هوابلندی تنقید می‌کنند. بسیاری میگویند که او خود را خیلی دوست می‌دارد، زیرا نه تنها گل‌های زیبا، اینچنین گل‌های عادی را از پنالتی همین گونه جشن می‌گیرد. مثال тренери منتخب ونگریا مارکو روسی اویدی رونالدو ماس همین گونه عقیده دارد. رونالدو چمپیونی بزرگ است، اما بعضن وقت او را توقیف کردن ناممکن است. پس از پنالتی که او به دروازه ما زد آن را چنان جشن گرفت که گویا در فینال مؤلف گل شده باشد. رونالدو به چنین سخنها عموما اهمیت نمیدهد. او الکی عادت کرده است که او را بد میبینند، بنابراین مجبور نیست کاری را کند که به چنین نفران معقول شود. اون طرزی که من گل‌هایم رو جشن میگیرم برایم خاصیت خوب دارند. من نمیخوام از استیل به خود خاص دست کشم، گفت رونالدو. شما درباره این چی اندیشه دارید؟ به شما جشنگیری رونالدو پسند است یا نه؟ حتما عقیده خود را در کامنتاری نویسید. مخلصان رونالدو همیشه این جشنگیری رونالدو را تکرار میکنند و فوتبال بازان هم این عمل کریستیانو پسند است. در تمرین این استیل رونالدو را رحیم استرلینگ، تونی کروس و حتی نیمار تکرار کردند. حتی ترینران در کنار نماندند. سال 2014 کارلو آنچلوتی پس از گل زده رونالدو مثل او گل را جشن گرفت، اما اونقدر خوب نآمد. کیلیان امباپه همیشه رونالدو را کمیر خود مینامید و در نورسیش گل‌ها را مثل او جشن می‌گرفت. یکی از چنین لحظات در چمپیونات اروپا بین فوتبالبازان تا 19 ساله رخ داد و شوق‌آورش این است که این بازی ضد منتخب پرتغالیا بود. حتی فوتبالبازان خردکک گل‌های خود را با استیل رونالدو جشن می‌گیرند. ببینید که چطور این جشنگیری رونالدو را در اکادمی آیاکس دوست می‌دارند. با همین تمام دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه امروزه به شما پسند آمد و دستگیری خود را ادامه میدهید. در کامنتاری نویسید که در ویدیوهای آینده اوید کدام موضوع گپ زنیم. فکر و عقیده شما را حتما به نظر میگیریم. تا بازدید، تا برنامه‌های آینده.